توی این ویدیو میخوام راجع به مصاحبه فنی باهاتون صحبت بکنم که یکی از مراحل خیلی خیلی مهمه توی روند استخدام. قبلا راجع به مصاحبه منابع انسانی صحبت کردم، ولی توی این ویدیو اختصاصی میخوام راجع به اینکه کلا توی مصاحبه تخصصی چه سوالایی ممکنه ازتون بپرسن، چه روندی ممکنه داشته باشه و چطور میتونید از پس این مراحل بر بیاین. پس اگه دوست دارید بریم که با هم ویدیو رو شروع بکنیم. سلام بچه‌ها، من سپرم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. من توی کانالم راجع به مسائل مربوط به برنامه‌نویسی و تکنولوژی و همینطور زندگی توی هلند صحبت می‌کنم. پس اگه به این موضوع علاقه دارید حتما کانال من سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که هر ویدیویی از من میاد سریعتر بتونید ازش مطلع بشید. همونطور که گفتم امروز می‌خوام راجع به مصاحبه تخصصی باهاتون صحبت بکنم. اول از همه شما برای اینکه به این مرحله از مصاحبه برسید باید بدونید که چطور میتونید شورت لیست بشید توی ابتدای راه. وقتی شما که رزومه رو میفرستید، خب اون شرکت رزومه شما رو میبینه و اگر که مچ بود حالا با اون جاب دیسکریپشنی که میخواد، شما رو دعوت به مصاحبه منابع انسانی میکنن. معمولا اولین چیزی که شما باید رعایت بکنید که چطور رزومه رو بنویسید. این نکته خیلی خیلی مهمیه، چون خیلی از برنامه‌نویسایی که حتی خیلی هم کارشون خوبه نمیتونن رزومه خوبی بنویسن و اصلا تو همون مرحله اول ریجکت میشن. من یه ویدیو قبلا ساختم راجع به اینکه چطور رزومه بنویسید که لینکش هم میذارم این بالا. حتما اون ویدیو رو هم نگاه بکنید که بدونید که چه چیزایی باید تو رزومه‌تون بنویسید و چه چیزایی ننویسید که اصلا به این مرحله برسید. معمولا هم اینجوریه که اول شما رزومه رو میفرستین، بعد اگه که مچ بود با اون جاب دیسکریپشنی که اون شرکت خواسته، شما رو دعوت به این مصاحبه اولیه میکنن که معمولا منابع انسانیه. من حتی راجع به این موضوع هم یه ویدیو دارم که توش گفتم که چه چیزایی رو باید رعایت بکنید، چه سوالایی رو باید بپرسید، چه جوری جواب بدید. لینک اون ویدیو هم حتما میذارم بالا. بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید حتما این دو تا ویدیو رو ببینید، چون خیلی خیلی مهمه که شما قبلش باید اون مراحل رو پشت سر بذارید تا به مرحله تخصصی برسید. حالا به نظر من وقتی که شما مصاحبه منابع انسانی دارید حتما چک بکنید که مراحل بعدی به چه صورته. حالا معمولا خود ریکروترها یا کسایی که باهاتون مصاحبه میکنن مراحل رو بهتون میگن، ولی اگه نگفتن حتما ازشون بپرسید که خب مرحله بعدی به چه صورته و من انتظار چه چیزی رو باید داشته باشم. چون مصاحبه تخصصی توی شرکت‌ها به شکل‌های مختلفی انجام میشه. مثلا بعضی شرکت‌ها بهتون یه کد چالنجی میدن که میگن برید توی خونه حلش کنید، یه روز دو روز ممکنه بهتون وقت بدن و بعدش بگن واسه ما بفرستین و بعد از اونه که تازه شما دعوت به مصاحبه تخصصی میشید. بعضی شرکت‌ها ممکنه اینطور نباشه و یه مصاحبه مثلا یک ساعته با یک یا دو تا از سنیور دیولپرهای اون شرکت داشته باشین و طبق اون شما رو مثلا انتخاب بکنن. پس این خیلی مهمه که مصاحبه تخصصی اون شرکتی که شما دارین باهاش مصاحبه می‌کنین به چه صورت انجام میشه که حتما این مرحله رو چک بکنید. حالا من توی این ویدیو می‌خوام شکل‌های مختلفش رو بهتون توضیح بدم و اینکه توی هر کدوم از این موارد چه نکاتی رو رعایت بکنید. خب بریم سراغ اینکه اصلا شرکت‌های مختلف چه جوری مصاحبه تخصصی رو انجام میدن. خب بعضی شرکت‌ها اینجوریه که به صورت کویز، مثلا یه جلسه یه ساعته رو با شما ست می‌کنن با یک یا دو تا از سنیور دیولپرهای اون شرکت و حالا بسته به پوزیشنی که شما اپلای می‌کنید، مثلا اگه فرانت اند هستید یا بک اند هستید، توی اون یه ساعت میان سوالای چالشی و تخصصی رو ازتون میپرسن. حالا این که چجوری خودتون رو آماده کنید واسه اینجور سوالا، اولا که اگه اهل کتاب خوندن هستین، خب یه کتابی هست به اسم Cracking the Code Interview. خیلی خیلی کتاب خوبیه. من به صورت خلاصه اونو خوندم، خودم کامل نخوندمش، ولی خب توی فروم‌های مختلف توی گوگل هم اگه بگردید خیلی پیشنهادش میکنن. من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب بخونید اگه اهل کتاب خوندن هستید. اگه نه، اگه تنبلید، یکم مثل خود منید، میتونید از توی یوتیوب، حالا بسته به اون پوزیشن، مثلا فرض کنید که فرانت اند هست، مثلا توی فرانت اند مسترز خیلی سایت خوبیه، شما رو خیلی آماده میکنه واسه اینجور سوالا. یا اگر بک اند دیولپر هستید، احتمالاً یه سری وبسایت مشابه وجود داره که میتونید اون سوالای تخصصی مربوط به اون جاب دیسکریپشن رو برید بخونید. حتما از چت جی پی تی کمک بگیرید. بچه‌ها این روزا دیگه هوش مصنوعی همه جا هست و شما نمیتونید اونو ایگنورش بکنید. خیلی راحت میتونید جاب دیسکریپشن رو کپی کنید توی چت جی پی تی و ازش بخواید که یه سری سوال با توجه به این جاب دیسکریپشن ازتون بپرسه. اینم یه روندی. حالا من نمیگم این کامل قابل اعتماده، ولی خب بر اساس اون جاب دیسکریپشنی که دادن چت جی پی تی میتونه بفهمه که مثلا برای چه تیمیه حدوداً. اگه تیم ای کامرس هست، خب سوالا ممکنه متفاوت باشه. اگر تیم مثلا کانتنت هست، اگه مارکتینگ هست، سوالا میتونه متفاوت باشه. پس حتما از چت جی پی تی یا ابزارهای هوش مصنوعی هم کمک بگیرید توی این زمینه. ولی خب واقعا دانش خوبی میخواد واسه اینکه مثلا از شما میپرسن که نمیدونم توی جاوا اسکریپت هاستینگ رو تعریف بکنید. خب شما باید دانش بیسیکی از اون زبان برنامه‌نویسی که میخواید واسش مصاحبه بدید داشته باشید. هدف من واقعا نیست که بیام امید واهی بهتون بدم و بگم که شما اگه این ویدیو رو دیدید حتما دیگه میتونید از پس همه مصاحبه‌ها بر بیاید. اینطوری نیست و واقعا تمرین نیاز داره. حتی ممکنه چندین بار ریجکت بشین توی مسابقات تخصصی، حتی با اینکه اون زبان رو هم بلدید ولی نتونستین خودتون پرزنت کنید. پس همه اینا واقعا با تمرین به دست میاد. حالا این ویدیو بهتون کمک میکنه که از قبل یه ایده‌ای داشته باشید از مسابقه تخصصی، ولی خب معجزه هم نمیکنه.
خب پس این یه نکته. خودتون واسه سوالای کویز مانند آماده بکنید. مثالش هم زدم دیگه، مثلا هوستینگ توی جاوا اسکریپت به چه صورت، پرامیس ها چطور هستن، یا حالا مثلا توی بک اند هم معمولا سالید ممکنه بپرسن ازتون، دیزاین پترن های مختلف ازتون میپرسن. خب اینا رو واقعا باید بلد باشید، چون اینا دانش بیسیک اون زبان برنامه‌نویسیه و حالا کلا هم نه صرفا زبان برنامه‌نویسی ولی یه دانش بیسیکی از برنامه‌نویسی. پس این چیزایی که شما باید بدونید. و به غیر از اون ممکنه این سری سوالای چالشی ازتون بپرسن. برای مثال بگن که خب اگه شما یه باگی تو پروداکشن پیدا کردید، مراحلی که طی می‌کنید تا اون باگو پیدا بکنید و حلش بکنید مثلا چی هست. اینجور سوالا واسه این مطرح میشه، واسه اینکه بپرسن که شما چقدر سنیور هستید و تو چه شرایطی تا حالا کار کردید و چه تجربه‌هایی رو تا الان کسب کردید. اینا مهمه دیگه. مثلا کسی که بدونه که باگ تو پروداکشن رو چجوری دیباگ بکنه، چجوری مثلا بفهمه که باگ از کجاست، خب اینا یه مقداری لولش از جونیور بالاتره. پس خودتون آماده کنید واسه این سوالای این چنینی. توی این جور سوال جوابام اگه چیزی رو نمیدونید خیلی راحت بگید من نمیدونم و سعی نکنید که بپیچونید سوالو. اگه نمیدونید واقعا بگید نمیدونم، چون کسی که داره از شما این سوالا رو میپرسه قبلش چک کرده دیگه. قبلش چک کرده، سوالای صحیح هم درآورده و میدونه جواب درست چیه و ذهنش آماده است. پس فکر نکنید که مثلا دارین میپیچونید. نه، اگه نمیدونید خیلی راحت بگید نمیدونم که وقت مصاحبه کنندم تلف نشه و بره سراغ سوال بعدی. و حالا ممکن هم هست که میگم که شرکت‌های مختلف سیاست‌های مختلفی رو دارن. فرض کنید که اول این سوال کویزی رو از شما انجام دادن، خب شما خودتون آماده کنید. بعد از اینکه این مسئله رد شد، ممکنه همینجا تمام بشه، ممکنه از شما بخوان که حالا یک کد چالش رو هم حل بکنید و ممکنه هم هست قبلش باشه. و حالا سوالای کد چالش هم بازم به دو صورته. خیلی از شرکت‌ها ممکنه با یه سری شرکت واسط قرارداد داشته باشن، مثل هکر رنگ، که این سایت‌های مثل هکر رنگ میان از شما یه حالت آزمون آنلاین میگیرن. مثلا چند تا سوال ممکنه الگوریتمی باشه ازتون بپرسن، 4 تا 5 تا سوال ممکنه باشه و شما باید توی مثلا 1 ساعت به این سوالا جواب بدین. مثل حالت آزمون آنلاین دیگه. واقعا این روش‌ها از نظر من قدیمیه، اما خب در حال حاضر خیلی شرکت‌ها همچنان این کارو میکنن. حالا چرا میگم قدیمیه؟ به خاطر اینکه واقعا چت جی پی تی همه این سوالا رو میتونه جواب بده. یعنی شما کافیه که صورت سوالو همزمان که شما دارین آزمون میدین کپی کنید توی چت جی پی تی، بعضیش بخوام که مثلا با زبان سی شارپ بهتون بگه یا زبان جاوا یا جاوا اسکریپت، و چت جی پی تی خیلی قشنگ حتی با توضیح کامل میتونه واسهتون بنویسه و خیلی راحت شما میتونید از توی چت جی پی تی نگاه کنید و همونا رو توی هکر رنگ مثلا بنویسید. یه نکته که خیلی مهمه که بدونید اینه که این سایت‌های آزمون آنلاین شما رو ترک می‌کنه. یعنی دقیقاً میتونه اون کسی که داره کد شما رو ریویو میکنه میتونه ببینه که شما چی نوشتید، چی رو پاک کردید و بعد چقدر فکر کردید. پس اینکه برین از یه چت جی پی تی حتی ممکنه بتونید استفاده کنید، ولی کپی پیست یهو نکنید، چون خیلی راحت میفهمه که شما مثلا صفحه خالی بوده و بعد شما رفتین کپی پیست کردین یهو پر شده صفحه. پس این کارو نکنید. حتما خودتون تایپ بکنید تو این صفحه، حتی اگه دارین رو چت جی پی تی می‌نویسید. حالا من دارم بهتون تقلب میدم، ولی خب چیزی که هست اینه که ما خودمون هم تو شرکتمون همچین بحثی رو داشتیم. خب کسی که میاد هکر رنگ رو انجام میده خیلی راحت از چت جی پی تی استفاده کنه. حالا بعضی شرکت‌ها حتی اوکی هستن با، یعنی حتی با که میدونن که یکی از چت جی پی تی استفاده میکنه این کارو انجام میدن. مثلا تصمیم ما در نهایت بر این شد که خب اوکی هست، حالا کسی که از چت جی پی تی اینم یه ابزاری که میتونه استفاده بکنه، خب کارو میتونه سریعتر هم دلیور بکنه. پس این اوکی. اما نکته‌ای که باید رعایت بکنید اینه که حتی اگه از چت جی پی تی کپی می‌کنید باید بدونید که چرا اینجوری شده. به خاطر اینکه توی مصاحبه ازتون میپرسن، میگن چرا از این روش رفتین. مثلا ممکن ازتون بپرسن که چه روش‌های دیگه‌ای وجود داشت که از اون روش‌ها نرفتین، چرا این کارو نکردین. و خب واسه این چیزا باید آماده باشین. یعنی حتی اگه کپی می‌کنین حتما بدونید که چرا اینجوری شده. شما نمیتونید فقط کپی پیست کنید و برید توی مصاحبه و انتظار داشته باشین که راحت قبول بشین. اینم نکته مهمیه. حالا بعضی کد چالنج‌ها هستن که حالت آزمون آنلاین ندارن. مثلا به شما یه صورت سوالی رو میدن و میگن که برید توی خونه مثلا 1-2 روز روش وقت بذارید، یا ممکنه بگم مثلا چند ساعت، دیگه این بسته به شرکته، وقت بذارید و بعدش واسه ما توی گیت هاب مثلا بفرستید. واسه این جور سوالا من این مثالی که بهتون بزنم، مثلا میگه که آتو کامپلیت رو بنویسید بیشتر برای فرانت اندا. خب نگاه میکنم ببینم که شما از چه لایبرری‌هایی دارین استفاده میکنید، کدتون رو چجوری استراکچر کردین و حتما تست نگاه میکنم که چجوری تست نوشتین، چه مدل تستایی رو انجام دادین. و این واقعا تست نویسی یکی از مهمترین چیزهایی هست که توی کد چالنجایی که بهتون میدن مهمه، چون لول شما رو یه مقدار میاد بالاتر از اون جونیور. کسایی که جونیور هم ممکنه خیلی تست نویسی ندونن، ولی کسی که خب سنیور دیولپر واقعا باید تست نویسی بلد باشه. end to end تست، اینتگریشن تست، یونیت تست، فرق اینا رو باید بدونید که چه موقع از اینا استفاده بکنید و اینکه خیلی هم حالا اصطلاحاً بهش میگن اوور انجینیر انجام ندین و اگر یه صورت سوالی ساده هست ساده هم انجامش بدین و بعداً توی مصاحبه اگه ازتون پرسیدن بگین خب من تونستم اینو ساده‌تر انجام بدم و این خودش حتی یه امتیاز مثبت. واسه بک اندها هم خیلی‌ها من دیدم که مثلا اتنتیکیشن و این چیزا رو سوال می‌پرسن. مثلا بهتون میگن
که یه داشبورد طراحی بکنید. حالا دیزاینش مهم نیست واسه بک اندها، ولی میگن که بتونه یه یوزر مثلا دسترسی‌های مختلف داشته باشه و خب میسنجن که ببینن که شما کار با دیتابیس بلدی، کار با لایبرری‌هایی که اتنتیکیشن انجام میدن بلدی. پس این چیزها رو در نظر داشته باشین وقتی که دارین مصاحبه تخصصی میدین. تست نویسی یادتون نره، اینو من چند بار بازم تاکید میکنم چون خیلی مهمه. حالا از چت جی پی تی باز هم میتونین کمک بگیرین، ولی خب خیلی کمتره دیگه. یعنی شاید چت جی پی تی مثلا واسه تست نویسی بهتون کمک بکنه، ولی خب یه پروژه رو شاید در حال حاضر نتونه بهتون تحویل بده که ممکنه حالا تا یه سال آینده یا شاید چند ماه آینده این کارم بتونه بکنه. ولی خب تا این لحظه‌ای که من دارم ویدیو رو میگیرم که میتونید خودتون انجام بدین، ولی از چت جی پی تی هم کمک بگیرید. اگه یه کلاسی نوشتید توی حالا سی شارپ یا توی هر زبان برنامه‌نویسی، میتونید به چت جی پی تی هم بگین واسهتون چکش بکنه، چون هنوز دیتای پرایویتی نیست که مثلا شرکت بهتون بگه نباید بذارین تو چت جی پی تی. میتونین کمک بگیرید حتما از این ابزار. پس توی این کد چالش هم بهتون گفتم که سادگی رو در نظر بگیرید، خیلی کار پیچیده‌ای توش انجام ندید، حتما واسه کامپوننتاتون تست بنویسید، باید قابل دفاع باشه دیگه. اینا هم بدونید که باید مسلط باشین روی این پروژه، چون بعدا ممکنه از توی همین بهتون سوال بدن. معمولا ممکنه بپرسن که خب اگه نمیدونم چند ساعت بیشتر وقت داشته باشین چجوری اینو ایمپروو می‌کردین، نقاط ضعفی که شما توی این پروژه دارین فکر می‌کنین چی هست. اینم از این جور سوالایی که ممکنه تو مصاحبه ازتون بپرسن. و یه مدل دیگه هم هست که فکر کنم دیگه آخرین مدلیه که مصاحبه‌های تخصصی ممکنه انجام بشه و اونم اینه که حالت پیر پروگرامینگ داره. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که به جایی که بهتون کد چالش بدن که برین توی خونه انجام بدین، توی طول اون مصاحبه تخصصی که انجام میدین یه سوال بهتون میدن، شما صفحه‌تون رو شیر می‌کنین و با هم دیگه اون سوالو جواب میدین. با هم دیگه که منظورم اینه که خب اونها ازتون سوال می‌پرسن و شما باید جواب بدین، اما نکته‌ای که باید رعایت بکنید اینه که با صدای بلند باید فکر بکنید. چون کسی که داره از شما مصاحبه می‌کنه ببینه که تو ذهنتون داره چی می‌گذره. حالا لزوما هم ممکنه تهش به جواب درست هم نرسید، ولی ممکنه راه حل خوبی رو رفته باشید. پس اگر که پیر پروگرامینگ دارین توی سوالاتون، که به نظر من یکی از سخت‌ترین مدل مصاحبه هاست، چون واقعا هم استرس آورتره، همون لحظه ممکن اصلا مغز شما جواب نده. اگه بهتون بگم برین توی خونه انجام بدین شاید خیلی راحت‌تر بتونین انجام بدین، ولی همزمان که یه نفر دیگه هم داره نگاهتون میکنه خب این یه مقدار سخت‌تره. ولی بعضی شرکت‌ها این کارو میکنن که خب ممکنه بخوام ببینن که شما چقدر زیر استرس حتی میتونین که سولوشن‌های خوبی بنویسید. واسه اینجور سوالا همونطور که گفتم بلند فکر بکنید و یه سری سوالای الگوریتمی از قبل مثلا برین چک بکنید. حالا من نمیگم برین لیت کد و کلشو انجام بدین، ولی یه سری چیزایی که مثلا بیسیک رو حتما بدونید دیگه. مثلا اگر که شما دو تا حلقه فور میزنید معمولا جوابی نیست که اونها میخوان، به خاطر اینکه خب پرفورمنس خیلی خوبی نداره. همیشه باید دنبال یه راه حل‌های بهینه باشید. توی این جور سوالا واقعا نمونه سوالای مختلفی وجود داره، من نمیتونم تک تکشو بیام بهتون بگم، ولی یه سری سایت وجود داره که یه نمونه‌هایی گفته، من لینکشون رو میذارم توی دیسکریپشن. تمام سایت‌های دیگه هم که تا الان گفتم لینکشون توی دیسکریپشن هست، حتما برید چک بکنید. و اینا نمونه سوالای خوبیه که میتونید خودتون آماده کنید واسه مصاحبه تخصصی. حالا تعداد خیلی کمی از شرکت‌ها همچنان وجود دارن که بعد از اینکه حتی شما آزمون تخصصی رو هم دادین، ممکن شما رو دعوت بکنن توی شرکت خودشون که یه مصاحبه دیگه هم اونجا ازتون انجام بدن. قبل از کرونا این روش خیلی بابتر بود، ولی بعد از کرونا همونا هم دیگه آنلاین شده. ولی خب همچنان هستن، خصوصا شرکتایی که خیلی بزرگن و تعداد رزومه‌های خیلی زیادی رو دریافت میکنن و پوزیشنی هم که شما واسش اپلای کردین پوزیشنیه که حالا یه مقدار هم حتی ممکن از سنیور بالاتر باشه. واسه اینجور پوزیشن‌ها ممکنه سوالایی ازتون بپرسن که صرفاً برنامه‌نویسی یا کدزنی نباشه. مثلا بهشون میگن که سیستم دیزاین اینترویو. حالا این سیستم دیزاین اینترویو چی هست؟ اینه که شما باید یه ایده کلی از اینکه اصلا یه وب اپلیکیشن توی مقیاس بزرگتر چجوری کار میکنه. مثلا بهتون میگن که فرض کنید شما میخواین یه سیستم چت بنویسید و واسه ما توضیح بدید که اگه بخواید یه سیستم چت آنلاین بنویسید چجوری می‌نویسید. واسه جواب دادن به این سوالا واقعا دانش خیلی بیشتری نیاز دارید از صرفا دانش کدزنی. شما باید بدونید تقریبا که یه سیستم از چه دیتابیس‌هایی تشکیل شده، چجوری اون دیتابیس رو اصلا بنویسید، مثلا آیدی داره، نیم داره، تکست مسیج داره، و اینکه مثلا مایکرو سرویس باید بنویسیم واسهشون، نمیدونم کشینگ رو باید رعایت بکنیم. واقعا این مدل سوالا خیلی خیلی گسترده تره. حالا اگه دوست داشته باشین من یه ویدیو واسه سیستم دیزاین اینترویو هم میسازم، ولی خب واقعا توی این ویدیو نمیگنجه که من بخوام راجع به اون صحبت بکنم. ولی در کل بدونید که ممکنه بعضی شرکت‌ها همچین چیزی از شما بخوان، خصوصا اگه پوزیشنتون لید یا مثلا انجینیرینگ منیجر یا پوزیشن‌های خیلی بالاتر باشه. و خب حالا آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی که شما دارین مصاحبه تخصصی میدید، صرف اینکه دانش برنامه‌نویسی داشته باشید ممکن کافی نباشه. به این جور دانش‌ها میگن هارد اسکیلز، یعنی که شما دانش برنامه‌نویسی دارید، میدونید چجوری باید کد بزنید، ممکنه خیلی هم پرفکت باشین توی این قضیه، ولی در کنار این یه چیزی که شرکت‌ها از شما میخوان و باید رعایت بکنید اونم داشتن سافت اسکیلزه. حالا سافت اسکیلزها چیان؟ اینکه شما باید مهارت کار تیمی داشته باشید، باید بدونید که چجوری کلابوریشن انجام بدید، چجوری کامیونیکیشن داشته باشید با تیم‌های مختلف، با پروداکت اونرتون و حالا بقیه تیم‌ها و بقیه اعضای گروه.
اینا رو بهش میگن سافت اسکیلز و ممکنه حتی تو همین مصاحبه تخصصی یه چند تا سوال از این موارد هم ازتون بپرسن و این خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه نفر ممکنه دانش برنامه‌نویسی خیلی خیلی بالایی داشته باشه ولی خب تیم پلیر خوبی نباشه. خب اون شرکت بهش نیاز نداره، چون اون شرکت واقعا ترجیح میده که یه آدمی رو استخدام کنه که حتی دانش فنی یه مقدار پایین‌تری هم داشته باشه ولی بتونه توی تیم کار بکنه. پس روی این مهارت‌ها هم حتما کار بکنید. سوالی که ازتون میپرسن ممکنه اینجوری باشه، مثلا میپرسن که اگر که شما یه کانفلیکتی داشته باشید با یکی دیگه از اعضای تیمتون، چجوری اینو مدیریت میکنین، چجوری بهترین روش رو انجام میدین تا به نتیجه گیری برسید. یا مثلا میپرسن که اگر شما وابسته به تیم دیگه هستید که به شما یه فیچری رو دلیور بکنه و اون تیم هی داره این کار عقب میندازه، چجوری برخورد میکنین، چه روش‌هایی رو پیش میگیرید و از این قبیل سوالا. خودتون رو حتما واسه مهارت‌های نرم هم آماده بکنین. من چند تا لینک میذارم از اینکه چه سوالایی ممکنه بپرسن و چه چیزهایی رو باید آماده کنین. لینکش هم باز میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید نگاه بکنید. توی ویدیوی قبلا ساختم راجع به مصاحبه منابع انسانی، لینکش میاد این بالا و یه لینک دیگه هم هست راجع به رزومه که خیلی مرتبطن به این ویدیو. بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اونها رو هم ببینید که بتونید توی مصاحبه آیندهتون موفق باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.